سلام و احترامات خدمت شما بیننده های عزیز. همین لحظه از این شکوفه های بارهی الهام گرفتم ای که فصل های تمام شده مثل زمستان چنانچه که در طبیعت خاتمه پیدا میکنه و بهار ایجاد میشه، دقیقا در زندگی انسان ها هم همچو فصل های ایجاد میشه و انسان ها نباید وابسته به سن سال باشند. سن سال خود یک عادت میتونه باشه و یک عادت یعنی نمیتونه او عادت صد راه پیشرفت ما و شما باشه و در هر مقطعی از زندگی که هستین میتونین خیلی راحت اهداف در زندگی خود برای موفقیت یا برای پیشرفت خود تعیین بکنین و در مسیر پیشرفت خود گام های استوار و محکم بردارین و حرکت بکنین که انشاءالله 100% به او اهدافی که تعیین میکنین میرسین. موفق و کامیاب باشین. روزگار خوب و خوش. خداحافظ و ناصر.